سوال من بود، ما گفتم که اگرچه من علم دینی ما زیاد نیست و از کدام دین و مذهب هستی شما؟ ما از دین انسانیت. این قبلا حیوان بودی؟ قبلا مسلمان بودی و الان انسانیت هستن؟ بله. شما در اسلام چه چیزی را ندیدی که در انسانیت دیدی؟ خب اینا اگه من اجازه بدین که من وقتم سوال خودم از شما کنم، شما شاید اگه جواب داشتین بهتر است، اگر نداشتین شما رایتان من رای ما. فقط تا یک مطلب حل نشد مطلب بعدی نمیریم، درسته؟ بالکل من سوال من بود، گفتم که من یعنی یک کسی که درای درست روان باشه، اگرچه ما وقتی که من در دین اسلام بودم همیشه قرآن میگفت که اینمی رای قرآن هست. خب قرآن نیست، قرآن هم چیزی که شما میگین صاحب، هم کتابی که شما میگین او را میفتن یک راهنمود است و برای نیک هدایت میکنه. بله قرآن راهنمود هست، به راه نیک هدایت میکنه، در شرط اینکه حداقل نامش درست گفته بتونید. بفرمایید. خب همون کتاب شما را صاحب، همون هر نام که شما سرش میمونین، در صورت که یک نفر درای نیک باشه ضرورت داره با کتاب ایمان داشته باشه؟ در صورت که یک نفر در راه نیک باشه آیا ضرورت هست که در قرآن ایمان داشته باشه یا نه؟ همون چیزهایی که در همون کتاب گفته شده، البته من نمیگم چون که شاید غلط بگم، غلط تلفظش کنم که شما آزاده خاطر نشین. شما آزاده خاطر نشین، من نامش همون کتابی که شما برایش ایمان دارین که برای نیک میگن که هدایت میکنه، یک نفر که برای نیک باشه و اونمو کارهایی که در همون کتاب نوشته باشه اونمو نفر کنه بدون از اینکه همون کتاب بخونه، ضرورت داره که به اون کتاب ایمان داشته باشه یا نه؟ اما سوالایتان حرفا بسیار یک سوال ساده و جنجالیم نیست، صرف میتن آیا نه بگین، ضرورت به توضیح بیشتر نیست. از این به بعد من 2 دقیقه وقت میگیرم، 2 دقیقه تو شروع هستن، هر حرفی میخوای بزنی در 2 دقیقه خوب بزن. اگر در بین از این 2 دقیقه چیزی ازت شنیدم همین الان باید طی میکنم که من شما رو میندازم پایین. الان شما که صحبت خودت شروع کردین من تایمر رو شروع میکنم، 2 دقیقه شما 2 دقیقه من، چون اینجوری ظاهرا گپ فهمیدن نمیشه. بسم الله شروع کن، من تایمر رو شروع کنم. 2 دقیقه وقت داری، هر چی میخوای بگو. بسم الله. سوال کردم براتون درست بود یا واضح بود یا سر تشریح کنم؟ شروع کن، وقت دارم برو شروع کن. نه من یک سوال شما کردم، اگه واضح نباشه پس تکرار کنم، اگه واضح باشه من سوال مکردیم. واضح نیست، وقت شروع کن، از اول بگو. خب چیز یعنی در کتاب شما گفته که در راه راست برین و کوشش میکنن در راه راست راهنمایی کنه، یک نفر که در راه راست باشه ضرورت داره به کتاب ایمان داشته باشه یا نه؟ سوال من ختم شد. 1.5 دقیقه از وقتتان مانده اگر میخواید چیزی بگید. سوال من بسیار کوتاه و ساده است دیگه، من وقت خود به شما میتونم شما 3.5 دقیقه گپ بزنید. وقت شما رو بسته میکنم، وقت خودم 2 دقیقه مربع است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوال میپرسن که آیا اگر ما بر راه راست باشیم لازم هسته که ما از این قرآن از چیزی که در قرآن هسته تبعیت کنیم، نسبت به ازی رفتار کنیم یا نه، در صورتی که خودمان بر راه راست هستیم؟ قبل از اینکه این سوال پاسخ دهش داده شه باید خود مفهوم سوال فهمیده شه که منظور شما از راه راستی که خودتان را بر از راه میبینید چه چیزی هسته. شما اول باید بگید تعریف شما از راه راست چه چیزی هستن، یعنی افعال، یعنی رفتار، یعنی کردار، یعنی گفتار. من اینها را راه راست میبینم و من مسلمان نیستم ولی این کارها را انجام میدم. آیا باید با وجود اینکه من اینها را قبول دارم یک بار دیگه هم در قرآن ایمان بیارم یا نه؟ پس از شما، من الان وقت خود تمام میکنم، از شما میپرسم تعریف شما از راه راست چه چیزی هسته که شما خودتان را بر از راه میبینید و بعد ببینیم که آیات قرآن نسبت به چه گفتنی داره. بفرمایید. شراب نخورید، دروغ نگویید، قمار نزنید، زنا نکنید، مردم آزاری نکنید و زن مردم سیل نکنید، عبادت کنید، رسولش عبادت کنید، خود خداوند عبادت کنید، به حج برین، به مکه برین، از به حساب شما به کربلا برین. اینمی چیزا، هم چیزی که قرآن خودش توضیح داده که اینمی چیزا بهترین چیز است برای انسان. اگه اینمی کارا رو باید شما کنین باز هم ضرورت دارید که با چیز مثلا کعبه و یایش خود او طرف میمونیم که بخی رکن آخر اسلام است، این دیگرایش مثلا کمک به غریب به طور زکات، مثلا در اسلام زکات میگم و شما کمک میکنین به غریب، نه اینمی کارا رو میکنین باز هم ضرورت دارین که شما عقیده داشته باشین به یک دین و یا به قرآن. بار بسته میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. پس شما گفتید تمام اموراتی که در قرآن هسته را ذکر کردید، از جمله اونها ایمان در رسولش و ایمان در خدایش بود.
ایمان در رسول و ایمان در خدایش بود. شما وقتی در رسول و در خدایش ایمان دارید، خودتان ذکر کردید دیگه، در بین 10-20 موردی که گفتید یکیش ایمان در خدا و ایمان در رسولش بود. بعد گفتید زکات و حج و فلان و بسمدان و کمک و دیگه. خب وقتی شما ایمان در خدا و ایمان در رسولش دارید، شما اگر بر اسلام نیستید، بر چه چیزی هستید؟ شما چگونه خارج از اسلام خود میدانید ایمان در خدا و ایمان در رسول دارید؟ این چگونه امکان داره؟ این رو پاسخ بدید. یک، چون در صحبت‌های خود ذکر کردید، گفتید ایمان در خدا و در رسولش. حالا چگونه ایمان در خدا و در رسولش دارید ولی خود از اسلام خارج میبینید؟ این رو حتما پاسخ بدید. و دو، بله در نزد از ما هست که نیت مهمترین چیز هست. هیچ کاری از انسان پذیرفته نمیشه مگر اینکه نیت از او کار را داشته باشه. ان الاعمال بالنیه، نیت اولین چیز هست. ما در احادیث داریم که هیچ کاری از انسان پذیرفته نمیشه مگر نیت انجام از او کار را داشته باشه. و بنابراین شما چگونه در خدا و در رسولش ایمان دارید ولی خود مسلمان نمیدانید؟ تعریفتان چی هست از این؟ و دو، بله ایمان در اعظمی قرآن، وقتی شما کل 20 مورد 30 موردی که ذکر کردید در آیات قرآن هسته، کلی همین 20 مورد کار خوبی که گفتید در آیات قرآن هم هسته، چه چیزی باعث عظیم میشه که شما قرآن را قبول نکنید؟ سوال فهمیده شد؟ پاسخ فهمیده شد؟ یک، شما گفتید راه راست یعنی ایمان در خدا و رسولش و در 20 مورد دیگه. اوکی، چگونه ایمان در خدا و در رسولش دارید ولی کتابش باز قبول ندارید؟ دو، چگونه همه اینها را راه راست میبینید در صورتی که همه اینها در آیات قرآن هسته؟ خودتان میگید که در تک تک چیزهایی که در قرآن هسته ایمان دارید. پس چی باعث میشه که خودتان را مسلمان ننامید؟ خودتان را کسی ننامید که در قرآن ایمان داره. میگید من قرآن را قبول ندارم ولی این کارا را انجام میدم، ایمان در خدا و در رسولش دارم. وقت از من خلاصه، 5 ثانیه هم ترش. بفرمایید. خب البته ایمان رسول و خدایش مربوط میشه به کسایی که عقیده داشته باشن به اسلام، که البته من یک وقت داشتم و فعلا دیگه ندارم. ما برنامه من یک مسلمان زاده بودم، بعد از اینکه مطالعه کردم و خواندم، البته مطالعه عمیق نکردم، یعنی خواندم که باید کار بهتر چی هست و کدام کار بهترتر انجام بدین. گذشتم از ایمان رفتم طرف انسانیت، به خاطر که اینمی بغیر از ایمان به رسول و خدایش هم یکی از امرایی است که در کتاب شده، متباقیش کلش باید در یک ذات انسان باشه. یعنی اگر نفر، اگر ما براتون بگم ما اول باعث انسان در این دنیا میگه، پس شما قبول میکنین؟ نه نمیکنین شما. بالکل ما باعث انسان مین و شما وقت مسلمان گفته میشن که کلمه را بخوانین و تصدیق کنین به زبانتان و به قلبتان، و وقت تصدیق میشه که شما بالغ باشین، عاقل باشین. یعنی وقتی که طفل باشین شما مسلمان گفتن نمیشن، مسلمان زاده گفته میشن اما مسلمان نه. فلهذا متباقی حرفای را زدم، او باید در شان یک انسان باشه. یعنی اگه انسان باشه ضرورت نداره که به یک چیز عقیده داشته باشه که برای راست بره، یعنی باید برش یک کتاب نباشه. بفرمایید وقت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشان گفتن که بله اون مواردی که ذکر کردم از موارد موجود در قرآن هستن. اوکی، این چون یک حرف کاملا جدید هستن، این حرفتان با حرف اولتان تفاوت داشت ولی حالا ای حال اشکال نداره، ما از شما قبول میکنیم. خیر باشه. این مواردی که در قرآن بود ذکر کردن، نه چیزهایی که قبول داشتن. خیر باشه. حالا میگن که اول انسان هستیم، در صورتی که در عقیده ما مسلمانان اولین آدم ابوالبشر علیه السلام برازمی آیین یکتاپرستی بود. برازمی آیین و برازمی دین بود، اما اولین ابوالبشر بود، یعنی اولین انسان. یک سوال اولی که من از شما دارم، پس این سوالی که شما پرسیدید که اول انسان و بعد مسلمان، من پاسخ دادم با وجود آدم ابوالبشر علیه السلام و دلیلم برایش آوردم. حالا شما بگید که شما از کدام نسل و رگ و ریشه هستید؟ شما آیا اعتقاد در ازی دارید که آدم ابوالبشر علیه السلام خود از فرزندان آدم و حوا صلوات الله علیهما میبینید یا نه جور دیگه ای؟ برای اینکه شما بگید انسانیت با مسلمانیت فرق داره، باید دلیل دیگه ای بغیر از آدم و حوا بیارید. این شماره یک، این باید پاسخ بدید. و دو، اینکه شما گفتید بله بر راه راست باشه ولی ایمان در قرآن نداشته باشه. از این انسان ها دنیا پر هستن. افرادی هستن که خیر هستن، مسلمان نیستن ولی کار خیر انجام میدن. مسلمان نیستن، کمک به فقیر میکنن، کمک به یتیم میکنن، دست یک بیچاره رو میگیرن. از این انسان ها زیاد هستن و در نزد از ما چون الله سبحانه و تعالی عادل هستن، اینها پاداش کار خوب خود را در زمین دنیا میگیرن. پاداش کار خوب خود را در زمین دنیا میگیرن چون الله عادل هستن. اینها الله را قبول ندارن ولی الله رب اینها هستن و پاداش اینها را در همین دنیا میده. چرا در این دنیا؟ چون اینها اعتقاد در سرای آخرت ندارن. پس اینا رو من از شما
پاسخ میخوام که بگید از